درود بر شما. به برنامه ویژه سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا درباره وضعیت عمومی ایالات متحده موسوم به State of the Union در برابر نشست مشترک دو مجلس کنگره آمریکا خوش آمدید. 8:55 چهارشنبه به وقت واشنگتن، 5:25 بامداد پنجشنبه تهران. در طول برنامه میتونید از طریق فیسبوک و وبلاگ دیدگاهاتون رو درباره سخنرانی رئیس جمهور آمریکا با ما در میان بگذارید. این نشانی رو روی صفحه خواهید دید، ولی اگر موافق باشید همین الان مستقیم به صحن مجلس نمایندگان آمریکا بریم ببینیم که در مجلس نمایندگان آمریکا چه میگذره. مراسم دقایق پیش با ورود نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان و جوزف بایدن معاون ریاست جمهوری و رئیس سنا آغاز شد. تا دقایق دیگر رئیس جمهوری آمریکا برای ایراد سخنرانی وارد خواهد شد. تصاویری که میبینید خانم نانسی پلوسی و آقای جوزف بایدن هستند که ریاست جلسه و در واقع این مجلس رو بر عهده دارند. این سنتی است که قدمتش به 220 سال پیش برمیگرده، بار دیگه برگزار میشه. قانون اساسی آمریکا اجباری برای سخنرانی حضوری تعیین نکرده و ارائه گزارش کتبی به کنگره کافیه. جورج واشنگتن 8 ژانویه 1790 در نیویورک نخستین سخنرانی سالانه رئیس جمهوری در واقع در تاریخ آمریکا رو ایراد کرد. آقای جفرسون این سنت رو شکست و به گزارش کتبی برگردوند. تصاویری که میبینید ورود میشل اوباما بانوی اول آمریکاست. احتمالاً تا دقایق دیگر رئیس جمهور آمریکا وارد خواهد شد. مهمانان ویژه‌ای که هستند خانم جیل بایدن رو دیدیم، همسر معاون رئیس جمهور. آبراهام لینکلن سال 1861 در میانه جنگ داخلی نخستین سخنرانی خودش رو ایراد کرد و دلیل اون جنگ رو در واقع بردهداری عنوان کرد. امشب نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست نخستین سخنرانی خودش رو در برابر کنگره ایراد میکنه. آقای اوباما تقریبا با شرایط مشابه فرانکلین روزولت در نخستین سخنرانیش در 1934 روبروه که آمریکا در میانه یک بحران اقتصادی گرفتار بود. آقای اوباما میکوشه امشب تشریح کنه به رغم خشم مردم از نرخ 10% بیکاری کشور در واقع آمریکا ایشون از آستانه یک رکود بزرگ اقتصادی دیگر نجات داده. آقای اوباما وعده داده بود نرخ بیکاری از 8% بالاتر نخواهد رفت. پس از وودرو ویلسون تمام رؤسای جمهور با حضور در برابر کنگره گزارش سالانه خودشون رو قرائت کردن. اعضای کابینه دولت آقای اوباما الان وارد میشن. آقای تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری، وزیر دفاع. آقای گیتس رو می‌بینیم. پس از ایشون آقای اریک هولدر وزیر دادگستری، وزیر کشور. بعد از ایشون آقای ری لهود، تامس ویلساک وزیر کشاورزی. آقای گایتنر و آقای گیتس رو می‌بینیم. خانم هیلدا سولیس وزیر کار. آقای اوباما مسئولیت دشواری رو خواهد داشت. ایشون در سخنرانی امشبش در مورد ایجاد کار صحبت زیاد خواهد کرد. پشت ایشون تصویر وزیر بهداشت رو دیدیم، خانم کاترین سیبلیوس. پرزیدنت کندی سال 61 در شرایط نسبتا مشابهی قرار داشت. سخنان ایشون در اون دوره مملو از امید بود. انتظار میره سخنرانی امشب رئیس جمهور هم یک سخنرانی امیدبخش باشه. جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا سال 2002 در نخستین سخنرانیش ایران رو در میان محور شرارت قرار داد. پرزیدنت اوباما در میانه یک طوفان سیاسی الان در واشنگتن قرار داره. مروری بر یک سال گذشته خواهد داشت، اما نگاهش به سال آتی و آینده است. احیای حزب دموکرات متحیر از شکست‌های انتخاباتی پیاپی، تغییر کانون توجه از بیمه درمانی به ایجاد کار و اصلاح سیستم آموزشی و مقابله با کسری بودجه محور مهم سخنرانی امشب رئیس جمهور خواهد بود. دموکرات‌ها اخیراً فرمانداری نیوجرسی و ویرجینیا و کرسی با ارزش سنای ماساچوست رو از دست دادن. تصویر آقای آرنی دانکن وزیر آموزش رو می‌بینیم. آقای استیون چو وزیر انرژی.